اینا درد ماست، مشکل ما سر ایناست. پیغمبر خدا در خطبه قدیر فرمودن معاشر الناس وفهموا آیات القرآن، نفهمودن وحفظو، حفظ کنید. حفظ هم خوبه، حالا یکی ذهنش نمیکشه حفظ نشد، چه گناهی داره بنده خدا؟ 100 بار میخونه یک سوره رو حفظ نمیشه، یه جوونی هم میاد 3 بار میخونه حفظ میشه. خب حافظه او، حافظه خدادادی او کمه، حافظه خدادادی او زیاده. آیا فردای قیامت امتیاز به اینه؟ لا والله، به خدا قسمی نیست، اشتباه نکن. معارف قرآن رو فهمید، رفت عمل کرد. قرآن میگه لا یغتب بعضکم بعضا، آی مسلمونا غیبت همو نکنید. این آیه رو شنید، 1 بار خون، رفت تو گوشش، به دلش نشست، اسم غیبت میاد به تنش لرزه میفته. یکی هم حافظ این آیه قرآنه، اما صبح شب نمیشه مگر اینکه 50-60 تا غیبت بکنه. اشد من الزنا.